سلام. امروز با 3 روش خفن و کاملا کاربردی اومدیم برای پاکسازی درایو C. روش اول، کافیه دکمه‌های ویندوز و آر رو فشار بدین تا صفحه ران براتون باز بشه. توی این صفحه متنی که واسهتون توی کپشن نوشتم رو تایپ میکنین و روی گزینه اوکی کلیک میکنین. یه صفحه براتون باز میشه. توی این صفحه تمام اپ‌های نصب شده روی سیستمتون که داخل درایو C هست بهتون نمایش داده میشه و کافیه روش کلیک راست و گزینه آنینستال رو بزنین تا فضای درایوتون خالی بشه. خب روش دوم اینه که روی منوی استارت کلیک کنین و وارد تنظیمات بشین. از اینجا گزینه سیستم رو انتخاب میکنیم و به بخش حافظه میریم. توی این بخش خودش کاملا واضح واسهتون یه گزینه گذاشته که فایل‌های غیر قابل استفاده مثل آپدیت‌های قبلی ویندوز و چیزهای اضافی رو اینجا نگهداری میکنه. وارد این قسمت که بشین گزینه ریموو بعد از چند لحظه واسهتون نشون داده میشه که فقط کافیه روی این گزینه کلیک کنین و تمام فایل‌های اضافی به صورت خودکار از روی سیستمتون پاک میشه. خب بریم سراغ روش سوم. روی گزینه سرچ کلیک میکنیم و عبارت دیسک رو تایپ میکنین. خودش به صورت پیشفرض دیسکلین آپ رو اون بالا براتون نشون میده. درایو C تون رو انتخاب میکنین و وقتی وارد شدین قسمت های مختلفی اونجا هست که هر کدوم که واسهتون کارایی و استفاده نداره میتونین روش تیک بزنین و با فشار دادن گزینه اوکی تمام فایل اضافیتون رو پاک میکنه. و در آخر اینکه راههای زیادی واسه پاکسازی درایو C هست که ما به 3 از کاربردی تریناشون اشاره کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.